بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نفر از حکم آببازی سوال کرده که شریعت به این نوع ورزش چی نظر دارد. از بس که در فصل گرما قرار داریم و مردم عادتاً به حوضها و دریاها آببازی می روند و یا در حوضهای خاص خود زیر بناهای خود که با همسایه ها مشترک از آن استفاده می برند با آببازی می فرایند. به موارد دانستیم تا جواب سوال این نفر به سمع دیگران نیز رسد. سوال این پرسنده چنین است. پرسیده که آیا درباره آببازی از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم حدیثی آمده است و این بازی از نگاه شریعت چه حکم دارد؟ بله، درباره شناوری از پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث های صحیح وارد شده. یکی از آن احادیث را امام نسائی در سنن خود روایت کردند. پیش از ذکر این حدیث و ترجمه آن باید قید نماییم که آنگونه که دین اسلام به کسب علم و دانش امر کرده، ترغیب نموده که قوه ذهنی محسوب است، به کسب قوه جسمانی نیز امر کرده است. اینچنین سالم نگه داشتن نفس یعنی روح و بدن یکی از 5 مرام‌ها و هدف‌های اساسی شریعت اسلام محسوب است. از این خاطر آببازی و یا شناوری از جمله ورزش‌هایی است، از جمله فعالیت‌هایی است که دین اسلام به آن نظری مثبت دارد، جایز گفته، بلکه ترغیب می‌نماید. و این نوع حرکت یا این نوع ورزش از لحاظ طبی نیز یکی از مفیدترین ورزش‌ها برای سلامتی بدن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح امت را به یک چند نوع ورزش ترغیب می‌نمایند که یکی از آن شناوری است، آببازی است. امام نسائی و امام طبرانی از جابر ابن عبدالله صحابی بزرگوار روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لاعب لا يكون 4 ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرضين وتعلم الرجل السباحة. یعنی فرمودن هر آن عملی که در آن ذکر خدا یاد خدا نباشد کاری له و بیهوده است، به استثنای 4 نوع بازی مرد با همسر خود، مشق دادن شخص اسب خودش را، دویدن در مسابقه های دو و شناوری آببازی. یعنی فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرده ایستادند که هر آن عملی که زیر مفهوم کلی طاعت ندارد و انسان در مشغول شدن با آن عمل از یاد خدا غافل شود، مثلا نمازش قضا شود، به لهو و بیهودگی مشغول شود، آن عمل بیهوده محسوب است. عملی است که نباید شخص مسلمان به آن دست زند یا وقت خود را به آن مشغول سازد. و در این حدیث 4 نوع فعالیت استثناء شده که جایز است انسان به آن مشغول شود و کارش کاری بیهوده محسوب نمی گردد. یکم بازی و شوخی با همسر که این موجب خوشحالی و زیبا گشتن فضای خانه می گردد. دوم، تمرین و مشق دادن شخص اسب خودش را که اسب وسیله جهاد است و این عملی شرعاً جایز بلکه مرغوب است، پسندیده است. مشق دو یعنی مسابقه کردن در مسابقه های دو که البته دویدن سبب حفظ سلامتی و تقویت بدن است. این چنین 4م عمل که اینجا استثناء شده آببازی و شناوری است که این نیز وسیله حفظ سلامتی و باعث تقویت بدن و نگهداری تندرستی است. باید قید کرد که البته در شریعت اسلام جایز بودن بازی ها محدود این 4 بازی نیستند. یعنی در حدیث های دیگر بازی گشتیگیری، تیراندازی، اسب دوانی نیز آمده که جایزند. بنابراین بازی هایی که به این بازی هایی که در احادیث آمده مانند باشند و در آن احکام شریعت رعایت شود، البته که بازی های مباح و جایز محسوب می گردند. به عباره دیگر یعنی بازی ها می باید بازی هایی باشند که یا به ذهن انسان فایده رسانند یا به جسم و بدن انسان تقویت دارند. حتی امام سیوطی، امام تفسیر و حدیث، رساله‌ای دارند در مشروعیت و جایز بودن آببازی با نام الباحه فی فضل السباحه. حدیث دیگری وارد شده که آن را امام بیهقی در شعب الایمان روایت کردند که آببازی را از حقوق فرزند بر والدین میگوید. البته بعضی علما این حدیث را ضعیف گفتند، اما در تقویت حدیث بالا که صحیح است میتوان آن را ذکر کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میفرمایند: حق الولد علی الوالد ان يعلمه الكتابة والسباحة والرمية، در لفظ والرمایة، یعنی از حقوق فرزند بر پدر این است که
به او یعنی به فرزند نوشتن و شناوری و تیراندازی را یاد دهند. امام سیوطی در جامع الصغیر و اینچنین در این رساله نام برده حدیث دیگری را روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند علموا ابناءکم السباحه والرمایه، به فرزندان خود شناوری و تیراندازی را یاد دهید. شرط های جایز و حلال بودن آببازی چیست؟ دوستان گرامی، برای از نگاه شریعت جایز بودن هر نوع فعالیت، هر نوع ورزش، نخست باید آن بازی خودش بازی مشروع و جایز باشد. یعنی از ورزش های نباشد که شریعت اسلام آن را حرام میگوید، مثل محاربه بی‌قاعده، مثل مشت زنی که در روی زدن به اجماع همه علما در شریعت کاری قطعیاً حرام است. پس هر نوع بازی که در آن باید انسان کسی دیگر را در رویش ضربه بزند، این نوع بازی البته که شرعاً حرام است، الا کسی که برای مقدار ضرورت، برای حفظ و حمایت خودش اندک مشق کند، اما این بازی را پیشه کند و در مسابقه ها اشتراک کند، این عملی حرام است. شرط دیگری هر نوع بازی، هر نوع ورزش این است که در میان مبلغ گذاشته نشود، چون که اگر مبلغ گذاشته شود از جانب طرفین، این بازی به قمار مبدل می‌گردد و حتی اگر بازی حلال هم باشد به عمل حرام تبدیل می‌یابد. شرط دیگری حلال یا جایز بودن آببازی این است که آببازی در جایهای پرخطر صورت نگیرد یا در جایی که قانونا منع شده که آنجا وارد آب شود. انسان در چنین جایها آببازی کردنش شرعاً حرام است، زیرا جان را به خطر روبرو ساختن در شریعت اسلام، هر نوع خطری در هر شکل و صورتی باشد، عمل حرام محسوب است. دیگری از شرط‌های اساسی جایز بودن آببازی این است که انسان عورت خود را پوشانیده آببازی کند. یعنی مقداری از بدن که شریعت معین ساخته که باید پوشیده باشد، که عورت نام دارد، باید آن محکم باشد. اگر آن را نمایان کرده آببازی کند، عملش عملی حرام محسوب می‌گردد. در شریعت اسلام عورت مرد از ناف تا زانوی اوست. عورت زن باشد به استثنای رو و کف دست و پایش، کلی بدنش، همه بدنش عورت محسوب است. بنابراین این مقدار از عضو خود را مرد از ناف تا زانو و زن همه بدنش را به استثنای رو و کف دستش و پایش میباید نزد نامحرمان حتما بپوشاند. کشاده گذاشتن این مقدار از بدن ترک فرض محسوب است و عملی حرام است. از این خاطر اگر زن و یا دختر جای آببازی کند که حتی از دور هم باشد به چشم مردان بیگانه افتد، این چون این مرد در جای آببازی کند که به چشم زنان افتد، این نوع آببازی عملی حرام است. این چون این اگر مرد حتی نزد مردان دیگر هم باشد، میباید از ناف تا زانوی خود را پوشیده نگه دارد. اگر مرد پیش مردان دیگر از ناف پایانش یا از زانو بالایش نمایان گردد، عمل او ترک فرض است و این نوع آببازی یعنی جایز نیست و حرام است. باید قید کرد که عورت زن نزد زنان مثل عورت مرد نزد مردان است. یعنی عورت زن پیش زنان دیگر از ناف تا زانو است. زن نیز وقتا با زنان دیگر آببازی میکند، مثل مرد پیش مردان دیگر میباید از ناف تا زانو پوشیده باشد. در آخر به مورد است تا قید کنیم که برای زن و دختر مسلمان پیشه نمودن ورزش آببازی جایز و شایسته نیست، زیرا وقتا این نوع ورزش پیشه کس میگردد، ناگزیر زن و یا دختر پیش مردان دیگر قرار میگیرد و میباید در مسابقه ها شرکت کند که آنجا نوار گرفته میشود و البته که به نمایش گذاشته میشود که این کارها شرعاً کارهای حرام محسوب. خلاصه کلام این که آببازی خودش عملی شرعاً جایز است، بلکه شریعت ترغیب کرده و بر پدر گفته که به فرزند باید شناوری را آموزد. اما میباید این بازی و یا این فعالیت که انسان همچون ورزش هم آن را پیشه نکند، در فصل گرما اگر خواهد به آببازی رود، میباید احکام شریعت را در اثنای اجرای این فعالیت یا اجرای این بازی رعایت کند که مهمترینش ستر عورت است، که متاسفانه خیلی کسان در این مورد سهل انگاری میکنند و مرتکب کاری حرام میگردند. در حفظ و امان خداوند باشید.